بچه فعلا کار را تعطیل کردیم ساعت 10:12 و در اونجا تازه کوچ کرده رفتیم. اونجا برقم نبود دیگه. سیم سیار چیزا خب فعلا خوب گرفته بودن نمیدونم. اینجا تلفنم در چارج ماندیم که 5 دقیقه چارج بگیره. ولی امروز خیلی خسته کننده بود. برای من خوب بود به خاطر که روز اول کارم در و فیلم اول کارم است. روز اول کار چه قسم براتون بگیم؟ اول است دیگه. خلاصه فیلم اولی است که من در یوتیوب میخوایم آپلود کنم. به خاطر از این یکم پر انرژی هستم و بچه ها خیلی چیز هستن، از کار دلشون سرد شده. یک رقم دیگه رقم شده. خلاصه کلام نمیدونم چه قسم خواهد شد. بعضی هاشون یکی دوتاشون میگن که ولی نمیشه اینجا بریم میگن. حالا فعلا دیگه 50-50 هست که اینجا کار میکنیم یا میریم معلوم نیست. و برای من هم خوب بود هم از لحاظ کار بد است، چون که یه رقم خلاصه کلام دیگه رقم شده. از کار یه رقم دلادم سرد شده که امروز رئیس رقم رفتار کرده است. یعنی تنها ما نیستیم، ما تقریبا 30 نفر است در این ساختمان. کلی ما رفتیم در پارکینگ و هم قرار است که 8 طبقه شود. ولی از لحاظ کار یه رقم هم قسم است، لیکن از دیگه خیلی خوب هستم چون که امروز شما یک جای هستم دیگه. ویدیو من انشالله که اگر دیدین انشالله از اول تا آخر ببینین. و سابسکرایبر کم دارم فعلا، 9 تا شمار کرده 9 تا سابسکرایبر دارم. انشالله اگر ویدیو مرا دیدین لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین، به دوستایتان شریک کنین. و یک لایک شما، یک کامنت شما برای من خیلی با ارزش است، برای من انرژی میباشد، یک افتخار است. چی بگو چه قسم براتون بگم دیگه. ویدیو اول مثل که هرچی باشم. خب بچه امید که جور و صحتمند و سرحال باشین. شبتان خوش. خدا نگهدار. لایک و فالو کامنت یادتان نره بچه. من منتظرتان هستم انشالله تا دفعه بعد که با پر انرژی تر بیایم انشالله. خداوند یار و مددگارتان.